دوستای عزیز سلام. امیدواریم صحتمند باشین و جور باشین. روز کریسمستان مبارک باشد. برادر آمدیم دمی، البته یک روز بارانی است امروز، آمدیم دمی پیش کلوسه و باز همینجی گفتم یک فیلم بگیرم بریتان. برادر سعی کنیم که چقدر قشنگ و چقدر جالب تویشت که از پشت سر ما محترم آمد. رابن محترم تیر شد. خب سعی کنین لذت ببرین. باز کلوسئو مرکز شهر روم. البته چند تا فیلم از مترو هم گرفتیم که متروی جدید کلوسئو شده، مترو چی، بسیار قشنگ بارانی اما واقعا خیلی خوبش، خیلی قشنگ. عزیز مریم علی پیش سعی کنیم بریم سعی کنیم که آثار تاریخی دو پایین چی هست باز براتون نشان میدیم. علی آقا بیا بریم دو پیش، بیا بریم پیش. خب در داخل مترو چی هستیم دیگه؟ در مترو چی؟ فرمت کلوسئو. یعنی جاری نشان میده یک از خانه های قدیمی که در اینجا پیدا کردم. یعنی دیوال های قدیمی ها. یعنی چند هزار ساله است این جای. بسیار یک جای خوب و جای بسیار آثار قدیمی است. فیلمی تریسا کلا آمدن از اینجا دیدن منم این جای را سعی میکنم. علی آقا بیا پیش بیا. یعنی فکر کنید دیوال چند هزار ساله است، چند هزار ساله است که مثلا اینجا پیدا کردن، بسیار خوبش نگهداری کردن، نوشته کردن una finestra sulla storia. در چه تاریخ مثلا یکم چیزی بود معنا میگه دیگه سعی کنیم لذتشون ببرید. دوستای عزیز میریم بالا، در طبقه بالا باز چیزای خیلی خوبی هست، کارهایی که انجام داده شده در داخل از ایستگاه مترو چی سعی کنین. ولی آقا جان شما هم از بالا فیلم بگیرین، سعی کنیم که در بیننده نشان بدید. واقعا یک جای بسیار عالی، بسیار خوب و بسیار زحمت کشیدن در این جای. یعنی قسمت برایتان نشان میدیم که از آثارهای قدیمی است که نشان میده که در اینجا یک سه تا چای او بوده در این قسمت، اما سطلک و چیزایش هم داخلش هستن، البته نگهداری کردن. همراه ما بیاین. چای او که میگفتم امینا هستن، بیاین سطلک هایش نشان بدیم. یعنی هم سطلک هایی هست که از بالا از طریق تناو یا چیزی که مثلا داخل مینداختن پایین مینداختن او رو میگرفتن. حالا خویی چند خیلی متر زیاد کار شده، خیلی غوش کار شده. بازم پایین تر که مترو بوده یک طبقه دو طبقه دیگه پایین داریم. باز این سطلک ها از همین داخلی چاپ رو میشد، باز بال کش میکردن، از بال او خود تهیه میکردن از اینجا و دیگرایش هم نشان میدیم. دوستایی که مثلا این ظرفی که در اینجا مانده یا دیگریش اونجا مانده مال چند هزار سال پیش هست، اینا مال فعلا نیست. این شاید از ساخت کلوسئو در اون زمان بوده، ساخت امپراتوری روم بوده. دیگه مردم هم اینجا یک دید واسط میکنن. خب به از اینجا که سمت بالا بریم مترو بی هست، دیرکسیون لورنتینا، سمت لورنتینا که بریم. اما ما از اینجا نمیریم سمت مترو بی، ما از اون طرف میریم که در سر خیابان اصلی سمت فور امپریال بیرون شدیم. باز از اونجا یک فیلم رزگک میگیریم در بیننده نشان میدیم. گرانسی چه رنگ خوبی کار کردن اینا را دیدی؟ آیین البته کنن آیین هست، اما یک رنگ خوب، رنگ طلایی کردن، بسیار جذاب، به نظرم خیلی عالیه. همراه ما بیایید. Non sapevamo.
دو سال میریم بالا، از بیرون هم یک کم فیلم میگیریم. گرچه اینجا تمام نشد، امی اسکای قطار اینجا خیلی کلان است. میریم بالا، باز برای برگشت آمدیم، اگر چی شد باز دوباره میگیریم. همراه ما باشیم، بریم بالا. علی آقا، از اون قسمت قطع کردی؟ دوستان در بیرون برایتان یک سورپرایز دارم. باز دوربین دور بدی، دوربین دور بدی سمت پشت سر علی آقا، دور بدی دوربین اون پشت سر، کاملا پشت سر خود. سایک زمین نخی، هم از کلوسه سعی کن چه یک دیدی خوبی داره اینجا. بیا طرف بیا لیفا، از خود کلوسه بگرد، از در ورودی مترو بگرد، باز از مردمی که در روی سرک هستن ویدیو بگرد که خیلی قشنگ است. یعنی فکر کن اگر بامیان ما، البته ما دائما می عیف رو میخورم، اگر بامیان ما مثلا بوتایشان سالم بود، افغانستان ما اگر آرامی بود، شاید یعنی یک توریست داشتیم در اونجا. خودش یک سرمایه کلان است برای یک دولت، برای یک ملت. دوستای عزیز، همون که دیدین در پایین مثلا آثار باستانی خیلی زیاد بودک، از اون جمله امی سطلقای عوری که بریتان نشان دادیم در اونجا بودک، در داخل از همون شیشه ها قرار دادن، از زمان کلوسئو بودن، یعنی از زمان امپراتوری روم بودک که از ساخت از کلوسئو فعلا 2000 سال است که گذشته. یعنی فکر کن از 2000 سال پیش کلوسئو ساخته شده و فکر کنم که شاید همون جلوهای اورم که در پایین دیدیم از 2000 سال پیش هست. امروز ما باشین و بریم بیشتر سعی کنیم و لذت ببریم از این فضای بسیار خوب و تاریخی که در اون قرار داره. دوستان عزیز، یک چیز در واقع که ما خیلی در فکر انداز منه که می گفتیم 2000 سال پیش یک جای جور شده، یعنی چه رقمی را جور کردن اصلا ما دمی فکر هستیم چه رقمی جور کردن که در وقت نه یک کرین بوده، نه مثلا یک جرثقیل بوده، نه مثلا یک بلدوزری بوده که سنگا رو جابجا کنه. این سنگای کلان کلان که چه رقمی بالا کردن در اونجا. یعنی میگن که هزاران نفر در ساخت کلوسئو از بین رفتن. خب حتما کارش خیلی سنگین بوده. واقعا دیدن یه سه جایی. کسایی که در ایتالیا هست حتما دیده، کسایی که در کشورهای اروپایی هستن شاید هم آمده باشن و کسایی که میتونن باید تا نیامدن، ما خود ایجاد برایشان واقعا یک نظر خود میدیم که بیاین 100% جای زیبا رو سعی کنن از نزدیک. بسیار قشنگ است. امروز هم روز کریسمس است، دور بر ما شلوغ زیاد است. باز همین مردم به خاطر کریسمس است مترو کال جدید درست شده که اسکایش هم در ادامه ویدیو دیدین. باز اگر نیومدین در ایتالیا، نیومدین در روم، 100% باید حتما. خب آمدیم کلوسئو را خو دیدیم، از نزدیک دیدیم. البته من خود جانم هزارها بار اینجا آمدم، باز احساس خستگی نمونم. بازم دلم میخواد که بایم در نزدیک کلوسئو این بالا را سعی کنیم که چقدر قشنگ است، چقدر زیبا است. یک چیز میخواستم نشان بدم، کلانی روم را اینجا در پایین تر در بغل دیوال مپ است. در مپ نشان میده مثلا 3 تا مپ است که در فلانی سال روم چقدر کلان بوده و در فلانی سال روم چقدر کلان بوده و امروز روم چقدر کوچک شده. این حتما برایتان در روی مپ نشان میدیم که همراه ما باشین. باز میرم سعی میکنیم. Vieni amico mio, vieni. Che mi viene prima, oh? Era sta chiuso. همراه ما باشین. منطقه فوری امپریاله، جایی که واقعا جای دیدنی و بسیار تاریخی است. در دور بر ما است.
یعنی امپراتوری روم دمی قسمت بوده. امپراتوری تاریخی روم مال چند هزار سال پیش و برای چندین سال بوده دمی قسمت بوده، یعنی مرکزشان هم اینجا بوده. همراه ما باشین و بیاین. دوستان که گفتم اینجا 4 دانه مپ هست، 4 تا تخته کلان در روی دیوار هست. در تخته اولی سعی کنین که روم چقدر کلان بوده، سمت پایین که سعی کنین حتی کشورهای آفریقایی، ترکیه و مثلا یونان، کشورها سمت رومانی و بلغاری و اون قسمت ها را حتی زیر اثر روم بوده، و سمت بالا هم که سعی کنیم مثلا فنلاند و جرمنی و سوئیس و اینا کلا در زیر سمت فرانسه این طرف ها کلا در زیر اثر اعظمی امپراتوری روم بوده. باز دومیشه که سعی کنیم تخته دومی یک ذره کوچیک میشه، تخته سومی خب بیخی کوچیک میشه، تخته چهارمی رو که سعی کنیم اصلا یک خال ریزگک است که روم امروز است، یعنی فقط مرکز روم که روم فعلا یک ولسوالی است در ولایت لاتزیو قرار داره. یعنی فکر کنین که در زمانهای امپراتوری روم اینقدر کلان بوده که چندین کشور در زیر چی بوده، فعلا یک ولسوالی است. بیننده باشین. علی آقا جان پیشتر بیا همراه ما، تصویر قطع نکنی تا پیش بیا. مثلا تخته سومی را از سمت دست راست که حساب کنیم، تخته سومی خیلی کوچکتر از تخته دومی است. تخته دومی خیلی کوچکتر است تخته اولی است، و تخته آخری که بیخی زیاد ریزگک است. بیاید اصلا در روی تخته روم دیدهش نمیشه، مثل یک خال ریزگک اونموش در وسط مپ ایتالیا قرار داره. امیر میخواستم برایتان نشان بدیم که واقعا برای ما خیلی جالب است که یک روم به اون بزرگی به این کوچکی تبدیل شده. البته زیبایی‌هایش سر جایش هست، تاریخش سر جایش هست، دیدنی‌هایش سر جایش هست. آباد باشین و سلامت باشین. همینجا برنامه ما تمام شد. انشالله در ویدیوهای بعدی همراه ما باشین. هر نظری که دارین بنده در خدمت هستم. وقتتان بخیر.